الان این چیز کولرمونه، الان میرم اونجا هم مال موتورش هم نشون میدم. کولر درجه دینام 150 آمپر میشه. بده این هوا مال کولر درجه درجه این کمپرسور رنویه، این هم دینام 550. این موتور سفاز ولی کلکیش هم خیلی موتور خیلی خوبه. الان تقریبا 320 آمپر میکشه. این تقریبا الان 800 آمپر داره برق. یه دینام دیگه باید به این پشتش اضافه کنم که لااقل 300 آمپر دینام باشه. 150 آمپر میتونم. الان پنل خورشیدی هم کمکش میکنه. پنل خورشیدی هم داره تقریبا انگار دینام سواری کمک میکنه. ولی خب دیگه این مثل یک کولر سیلینگ یه ذره کمپرسور داشته. این خنکیش خیلی زیاده. یالا زیادش کنم یه دستگاه دیگه هم برم اضافه کنم دیگه دور میبرم تا آخر، یعنی یه دقیقه یخ میزنیم. این کولر درجه با موتور سفاز، برق سفاز من دارم. این دستگاه سفازی پشتوه تک فاز میکنه سفاز. 385 ولت، یعنی برق خونه قوی تر.